برای شروع میکاپ یلدا اول از یه بیس سایه استفاده میکنم و خوب بلندش میکنم که پشت پلکش رو کامل کاور کنه. چون قرار میکاپش لایت باشه از یه کانسیلر روشن‌تر واسه گوشه‌های داخلی پلکش استفاده میکنم و همونجا سر جاش فیدش میکنم. با یه پودر سبکم خشک میکنم. گوشه‌های داخلی پلکش رو از سایه ماریو رنگ روشنش رو میذارم و زیر ابروهاش که میخوام قسمت‌های روشن باشه. سایه برای قسمت‌های شماره 2 و 3 پلک یلدا استفاده میکنم. میخوام سایه‌مو لایت نگه دارم و یه رنگ مدیوم ریبه روشن انتخاب میکنم. بعدم از یه مدل قهوه‌ای برای بون موژه استفاده میکنم. اینو آروم پشت پلکش میذارم و با یه براش خوب بلندش میکنم. برای خط چشم از خط چشم کرمی قهوه‌ای استفاده میکنم برند فوراور. روبرو رو نگاه کنیم. میخوام یه خط چشم خیلی ملو و کوچیک براش بکشم. چشتو ببند. باز کن. توی این مرحله از یه خط چشم کرمی برند آناستازیا استفاده میکنم که روی این خط چشم قهوه‌ای بشه. از بن موژه شروع میکنم. بعد از کشیدن خط چشم با یه سایه مشکی آروم روی خط چشم رو میکشم و بلندش میکنم. برای بلند بیشتر سایه با خط چشمم از ترکیب این دو تا سایه استفاده میکنم. قسمت هایی که میخوام تیرگی سایه بمونه فقط میذارم. جلوتر نمیرم. لایت سایه پاتریکتا برای قسمت های روشنش استفاده. یه شنگ خیلی خوشگلی داره و سایه رو خیلی جذاب میکنه. توی این مرحله میخوام ابروهاشو انجام بدم. بنابراین اول زیرساز پیشونی رو انجام میدم که ابروها رو انجام بدم و بعد برم سراغ موژه. برای طراحی ابروی یلدا با توجه به رنگش از برند آناستازیا رنگ بلوندش رو انتخاب میکنم که ابروش رو به صورت هاشور سایه طراحی کنم. موژه یلدا از برند آرده اکسترا شورت تو قسمت های جلوی چشش میذارم. ببینمت خوبه. همین بالا این گوشه گذاشتم. همین به خاطر یک موژه از هم دیگه موژه رو قرار میدم میخوابونم رو موژه خودش بده. برای اینکه شما ببینید نحوه گذاشتنش رو از این زاویه براتون ویدئو میگیرم که مدل چیدن موژه ها رو ببینید. ببین. خب اینم از سایه. ببینمه. چشتو ببند. موجهش هم گذاشتم. البته هنوز سایه کار داره. حالا میخوام برم روی پوستت یلدا میکاپ صورتش هم انجام بدم. توی این مرحله با من همراه باشین. خوشمزه است یلدا. میشه ترکیب کرم شارلوت تیلبری و جورجیا آرمانی هستش که این شکلی با این برشم روی پوست اپلای من میکنم. واقعا اسنشیال اویل مکو زدم چون پوست یلدا یکم خشکه. امروز هم یکم خشک‌تر شده بود.
کرم بود امروز تو یالا برات روشن کرده. اون دفعه یادت گفتی تیره بزن، مثلا تیره تو دوست ندارم. یکم رنگت کمترم شده. آره حالا الان کانتورم که بشی خیلی بهتر میشه، یعنی 1 درجه رنگ پوست تیره تر میشه. یلدا این ماچای دومه. ماچ قبلی اصلا خوشمزه نبود. این دیگه انشالله خوب باشه و دونات بستنی بتونیم کارمون رو برسیم. نه اون بستنیه رو دوست جذاب.